حالا از خودت پرسیدی چطور بعضیا بعد از سقوط هنوز هم ادامه میدن؟ انگار 1000 بار شکستن ولی باز از نو ساختن. کیانو ریوز، مردی که مرگ دختر و عشقش رو دید. پدرش رهاش کرد، تنهایی رو لمس کرد، اما هنوز با دنیا مهربونه. اون یادمون داد قوی بودن یعنی حتی وقتی درد داری هنوز انسان بمونی. رابرت داونی جونیور، مردی که از زندان و تاریکی برگشت، دوباره از صفر ساخت و شد همون مرد آهنی که خودش رو نجات داد قبل از اینکه دنیا تحسینش کنه. آنجلینا جولی، زنی که با سرطان جنگید، با افسردگی، با قضاوت‌ها، اما هیچ وقت اجازه نداد زخم‌هاش تعریفش کنن. خودش شد معنای واقعی قدرت. جیم کری، مردی که زمانی توی ماشین می‌خوابید، نه پول داشت نه آینده، فقط یه رویا، ولی همون لبخند ساده‌اش نجاتش داد. میدونی قدرت واقعی یعنی چی؟ یعنی وقتی زندگی خوردت میکنه بازم از خاک سر بلند چی و بگی من